салому алайкум бародарон тамошобинони азиз. хеле ки бисёриҳо навиштанд ки тарзи кори тилло чӣ гуна аст. Як навор мекардӣ, инро ба назар гирифта бозам зиндагӣ хеле ки гӯем зиндагӣ маҷбур кард. Хестем даст задем ба шустани тиллошӯӣ ва дар ин маврид боз тарзи коркарди тиллоро ҳам ба шумо хостем нишон диҳем. کاری وزمین هست، کاری قین هست. بله ایره بجان نکنین، درسته کاری قین هست، لیکن دسترس برای همه هست، هر کس میتونه کار کرده. برای کار کردن میگن که دستگاه ساختن دکار. دستگاهش خیلی عادیه، خیلی که میبینید عادی میسازیش همین خیلی، فقط که 35 تا 40 گرادوسه باید نیشب باشه. فقط همین در بالا یک تا تنکه میمونی برای آب راست رفتن، یعنی پلان نرفتن، و یک سیتکه دیگر برای بیختن ریگ ایقم جدا میکنی. تیلا برادر در جاهای ما خیلی ذره میده، خورده میده و در قدی آب خنگاب میشود. در قد دریای رگنای ما نیست، در قد دریای خنگاب میشوم. بسیاری ها کار کرده ایستند، ما هم شروع کردیم با کار کردن. در جاهایی که پیش تو میخوره او و رگ خوب کردگی همون جاها میگیری کمتر، میبینی در یک طبق میشوی، یکان 4-5 کیلو رو میشوی در یک طبق، میبینی که چند دانه داره. 10-15 تا داشته باشه جای خوبه، میشه کار کردن. ما هم خیلی جویت پیدا کردیم در باری پایین ارغنکول. شروع کردیم با شستن تیلو. بله کارش کمتر وزمین های. رگ کندن با ما زاغنول میگن، کناج میگن، کیرکه میگن به زبان روسی. میکنی سنگای کلانه میپرتوی مده چیدش با کلند یا که کدمن میگن. در سطل بور میکنیم میبریم میریزیم. همین خیلی یک کس میکنه، یک کس میرزه، یک کس میشویه. دو کس بسه، حاضر ما 3 کسیم، دو گروهیم، حاضرش 3 کس اینجا نشان دادیم، 4 کسیم. برای بنوار گرفتن 3 کس اومدیم اینجا. دو کس بسه. رگ یک کس میکنه میاره میرزه، یک تا دیگر میشویه. های باز در بین تقسیم میکنی کورا. در یک پلاس میگیم، پلاس ای شینلی سولداتی های. در یک پلاس 60 سطل رگ میریزیم. ای 60 سطل رگ 150 بعضی جاها 200-250 میلی گرم تیلو پیدا میکنی. 60 سطل در یک روز امکان داره که دو آدم تا 200-250 سطل ریختی، اگر کمتر عذابت وزمینتر میشه. تا 200-250 سطل یک آدم میرزه. این فقط پایانای بالاتر میگن که تیلا خوبتره، بسیارتره. و باز در نوارهای پیشینه سوال اومده بود. یک برادر گفت که تا 40 قوای اسب دستگاه اگر بسازی تیلا بشوی اجازت هست. شستن تیلا بله اجازت هست، لیکن باز قانونهای خش داره. تیلای شستگی، تیلای دریافت کردگی را باید در مغازه های دولتی باید برده بفروشی. در مغازه های دولتی 10 سومون ارزان تر میگیرن، در بازار سیاه 10 سومون قیمت تر. همیخه پیش کار کردن همیخه اگرانیشین داره گویم میشه که فقط که تیلا را برده بسپاری، اگر مشکل نیست کار کردن هر قدر که میخواهی کار بکن. در مغازه دولتی هستن شخصانی که میخرن به بازار سیاه گویم 10 سومون 15 سومون قیمت تر میخرن. 10 سومون 15 سومون راهشون دوره، در همون هم خرج میکنی. غیر این مشکل نیست. خوبیش اینه که اجازت هست برای کار کردن. ولی یکم قیمتره. نرخ تیلا 300-350 سومونی. نرخ تیلای همینجا 300-350 سومونی برادرها.
خیر 200 تا اگر 250 تا که بریزی 4 تا 6 میشه 1 گرم 200 میلی گرم. گفتیم که طرز اوکلونش اوگل اتاکه اوکلون انا همین خیلی باید باشه که کیلو را شسته نبره. شاید که بعضی گردهای میده را بره لیکن به هر حال همین قدری کار میکنن در جاهای ما. همین خیلی کرده کار میکنن. برادرای عزیز باز چی سوال دیگر داده بودید درباره شستن کیلو. بله حاضر ما 60 سطل ریختیم. نریختیم ولی 60 سطل 60 سطل شدیست است. 60 سطل ریگه که خریباردیم برای ریختن. نمد میتکیم میبینیم که چقدر پیدا کردیم چقدر کیلو به دست آوردیم. هوا هم برادرش خیلی میبینیم خنکای برف هم آب نشدن ولی در برابر وزمینش بود هوا هم خنکای هم خیلی سنگ میبرداری ریگه میگیری بور میکنی میبری میریزی کارش برادرها قینه برای این کار کردن سلامتی خوب در کاره دست بازوی با قوت در کاره غفستر پوشیدن در کار یکم در مد اول باید غفستر پوشی که شمال نخری در لب دریا همیشه شمالای در تابستان هم باشه شمال میخری. خیر باز چیزی دیگر خراکر هم خیلی تامین کنی خوبتر با قوت همین خیلی یکی آفرینی مردانی کیلو کار میکردگی همین گونه خداوند که بتید یگان پخته یگان پرچه یگان ناخون برین این دیگر میشد باز به حد خستان میشه. لما اکای محمدی را دیده نه کیلو کور کیسه بچه اکو نه اکای فایزالی منم انا اگه بچه اکو داوس پرم اگر خوش من باشه لای او خوش موان هستد به کور کام گیری نگی جوی زوره اسونه با آدم مهنت کشم میشه اگر آدم نکوره باشه درونه یاد هنگام نمیوه گیرش کیلو ریخت کنی یا ما گرفتیمش با کیلو گشتیم حالا باشد برادرای عزیز 60 سطل ریختیم در یک دستگاه در یک نمد در یک خلاف 60 سطل ریختیم میبینیم که چی هست چی نیست. اکای محمدی پیش نه دونگه نجا هسته اوی نه جوگه جلد خوشبختانه دیرم نکشید نمودار شد یک پرچه خیلی خورده هست یک پرچه میده چیده بسیاره کلانترش همین هست قریب که یکان 8-10 یکی ناخون هست 8-10 یک ناخون دیگه همین خیلی و گذشته از این وقتی که پلاست بود میشه و باز این خیلی چخری میکنن بسیاری ها راهی سبکشن برای همین یک چخری بکنی در چخری یک سلفن میمونی سلفن حتما اینکه روغنی نباشه دستات روغنی نباشن و روغن سرکار کردگی نباشه اگر دستات روغنی باشن باید دستات کم بکنی که روغن چرا اگر روغن کم ترک باشه کیلو رو شسته میبره برای همین بی روغن بدنش حد نیست چخری کندی سلفن موندی برای که کیلو ریخته میروه آب میریزی در چخری و پلاس میاری میتکی طرز تکیدنش هم برادرها حاضر تماشا میکنید مختصر برادرها می نوارای تیار کردیم یک ماه نگذشته این هم طرز تکیدنی نمد طرز تکیدنی پلاس در درون آب همین خیلی ایله ها قطعی تکیش کی کیلو بغلطه در درون آب کارش با این خلاص نیست باز ادامه داره دست بشکر گفتیم بگیر گرفت که نشد او خنکای پلاس باید تکیدن حتما شدن در کار که در درون خط لوی داره لوی باشه اگر کیلو هم محکم نمیشه
یعنی سوراخش محکم میشن ولی طلا با بالش امکانی لغزیدن رفتن داره. بعد اندازش و باز یک چیز دیگر برادر، در وقت کار همیشه با وقت خش باید کار کرد. یک جای با برادرها که کار کردی باید وقت خش باشه، هر خیلی که باشه نباشه باید وقت خش باشه. این هم در مدی اول باید باشه. شستن طلا ای در درون طبق ها هر خیل میشوند، چرکنجه، گرد، خیلی دیگر دایره شکل هر خیل میشوند. شستن طلا در درون طبق یکم کار قیمتره، قیم نیو یکم کار نازک که دستت ششتگی نباشه. اگر کردگی نباشی بهترش باید یاد بگیری و بکنی. برای که چخیلی که در دیهات میگن به قول معروف یک خره و دگرگ میتی، مقصد که این در دوره قدیم بود که یک خره و دگرگ خر قیمت تر بود، گرگ ارزان. حاضر خر ارزان تره، گرگ قیمت تره. اگر یک گرگ ماده باشه 3 تا خر نه 5 تا خر میخری در پول یک گرگ. گذشته از این طرز شستنش میده در طلا ریگ هست، قم هست، آهن هست، دیگر مینرال ها هست. یعنی آهسته جدا کردن در کار ای طلا. نه طلای شستگی ما اکبر گریبگر دبا تلماکراسی هم که کردن در کارشون. من ندیدستم، تو میبینی؟ نه برادر کاری تک است ای ساعتی 8 تا ساعتی 10 همین قدر حساب نیم گرم کم بیش یکی نیم گرم کمتر. این برادرها کاری یک روز از سحری تا ساعتی دره. حسابی جمع طرح پلوس مینوس 300-400 میلی گرم طلا 3 کس که کار کردی. یکم قیم نکی زندگی چیکار میکنی؟ زنده باشه برادر عزیز، در امان الله باشه. تا بازدید ویدیوهای ما را باز نشر کنید در فیسبوک، لایک مونه. الله نگهدار.